پنگوان کشتی از موچی پر اسکلتونه موچی زره هاشون نگاه از دور موچی لعنت همه زیر گنتی پیدا کردم جان گنتی پیدا کردم نه نری فقط فیلینتش کردم دقیقا فیلینت هم داریم what the fuck on the fire ببین کشتیشونو سوزوندم گفتم این کارو میکنم. سلام به شما دوستای عزیز گل توی خونه، خوش اومدیم به چنل میدنایت کلاب. دوباره اومدیم با پارت 2 اپیزود بتر ماینکرافت، پدر ماینکرافت ها. اونم چی؟ ادامه پارت 1 دیگه. خوش اومدین. بعد آره ما اومدیم سراغ یه ویدیو جدید. چه تو پیدا ولش. خب ما دنبال آقا رضاییم. خب ببینیم آقا رضا داره چی کار میکنه. آقا رضا من دیگه داداش درکت میکنم. حالا کوشی جاش آقا رضا خوبه دیگه انشالله. جاش خوبه داداش. آره آقا رضا داره چی کار میکنه؟ آقا سینا آقا سینا چطوری؟ من نوکرم آقا رضا. کار خاصی نمیکنم. برو دیگه برو خدا. آدرس پرسیدی ازش؟ آره آدرس پرسیدم از. ای بابا چه خبره آقا رضا؟ به بچه اومدیم با پارت 2 پدر ماینکرافتو. پدر ماینکرافت آره منطقی نیست. خب آقا رضا تو این اپیزود قرار چه اتفاقاتی پیش بیاد؟ یا خدا تو چی کار میکنی آقا رضا؟ این کارا زشت نکن جلو بچه. آقا من نکن. من از این آیرن گولمی اینجا پرسیدم و گفت اینجا اصلا ویلیجه، اینجا هم فقیره هم اتفاقات ترسناک توش میفته، نمیدونم نفرین داره و فلان اینا. گفت بهتره زودتر جمع کنین از اینجا برین، چون گفت فقط مردم این دور اطراف فقط عادت دارن و نمیدونم از این چرت و پرتا دیگه. خلاصه بس بهتر بیا به حرفش گوش کنیم. حالا نمیدونم شما چی زدی امروز که با آیرن گولم صحبت کردی، ولی خب حالا حتما حق میگه دیگه. حالا آره حق میگفتم. حالا بعدا برم جنس از. آره ما انگار اینجا خونه خونه 20 صاحب پیدا کردیم، بعد نگاه توش کاروانسرا را میندازن و اینا. مرتی که ترنس برو بیرون. اسمش ترن هوایی داشت. ترن هوایی فقط به این دلیل نفرین شدن روستان نبود که ما داریم میریم، ما به خاطر فقیر بودنش هم حالا نه من به خاطر همون چیش داریم. حالا شما فکر کنین اینجا نفرین شده، شبا جادوگرا توش روپایی میزنن. خوبه جان روپایی کدام میگی لا ولش. اونم خوبه. نه خب تختامونو برداریم آقا رضا یا نمیخواد تختامونو برداریم؟ خب من تختامو برداشتم. چه اینو من بردارم یارو از شغلش بیکار شه. کثافت برو گم شو بیکار بدبخت. الاف برو کار پیدا کن. ترند هوایی یکی اینجا شیشه میشکنه. شیشه شکستن نمک میخوره. نمکدان رو میشکنه. بیا اینجا روی تخت چیزی اینجا ست اسپان بزنیم باز اگه چخ نری. نظر خود باز شکست. من نمکدان شکندم. اوکی نکن. آدرس که ازش پرسیدم گفت همینو راست شکمت بگیر برو. راست شکم میگه راست. دادم این بر راست شکم بذار من دوباره برم بپرسم. چپ شکمه که آقا آیرن گولم. آقای گولم فکر کنم سرش خیلی آقای گولم به کارهای اینجا. اسمش چیه آقای گولم؟ اسمش چیه؟ آقای گولم اسمش گولمه. احمد گیگوچت. آقا نکن. آدرس کجا بود؟ کدوم وری بود؟ داره سر رو میزنه. ارتباط بدنی برقرار میکنه با آقای گولم. کجا ببریم؟ اونوری این بری راست نداده. اینوری اشاره کرد و کلهشو 3 بار تکون داد اینوری. واقعا ولی خب من اسم میکنم از اون ور اومدیم خودمون. قرار بعد بریم مخالف دیگه. ما از اون ور بالا مگه نیومدیم اون سری پیداش کنیم، بعد اینوری بریم دیگه مخالفش بریم. همینو میریم دیگه. خب انگار داریم میریم سر جای اولمون که آقا رضا. نه تو اعتماد کن. من موندم چی زده تو پیازای روستا چی ریخته بود. منم یکم میخوام.
من فعلا خودم گریه نه فکر مواد معدنی توش داره فکر میکنم با آیرن گولما میشه ارتباط برقرار نه پیازه اش داری با پوستم میخوری به تمازات میمیری از سوزش خیلی آره دومم داره تازه ای وای دیگه تل خود سوزش بالا اوکی همین مسیر به راست شکم بگیریم این مستقیم شکم آمد ما که داریم مستقیم بریم ولی هیچ اتفاق نمیفته این حالا یه راست شکمش رو بد گفت شکست چرا برو بابا اینا خیلی ظریفه دراوری روش میشکنه آره واسه اینا که رنگش کم رنگ تر نگاه آره اینجا نه وایسی روی سیاز وایسی اینجا میشه یا بودویی حالا بریم پلیکان پلیکان بود پلیکان مرغ دریایی و پلیکان فرق داره پلیکان چیز دیگه بود بلش خب داریم که کمی بایوم میگردم سیر میشه طوفان برف جالبیه بده بابا من کمک بودو تخت گاز بگیر بیا او رسیدیم به دیزرت فوک اینم مادر فوک جان صدا رو در نیاری هیچ وقت تو ملای آمد احساس همپنداری کرد یه خونه آقا رو با غرق دارم میشم بابا کمک من دارم غرق میشم کمک من دارم غرق میشم کمک کنه آجی اینا اول ترک میخورن گاه داری میکنی بابا من دارم بودو نریم بهمون تجاوز چه اینجا بیشین دقیقا کیه؟ این چیه؟ آقای مایگی بذار من این اسپانر شو بذارم داغون کنم به خاطر اینکه نظر چی آقا رضا یه ایده جالب اینکه ویدیو جذاب شه و خز نشه که ما شبا مثل اسکولا میگیریم میخوابیم یه شب در میونش کنیم الان امشب خوابیدیم شب بعد رو بعد بجنگیم تا موقعی که صبح شه بله موافقم چه گودیه او یا خدا ارتش حمله کرد نکن بیا آقا خرچنگ بوب اسفنجی آقا رضا خرچنگ چرا با اختاپوس اقدام شده چرا منو چرا میزنی منو چرا گاز میگیری پولم نمیخواد بگیره آقا خرچنگ دنبال پول من خداحافظ آقای فوکان بابا آقا خرچنگ دنبال پولت آقا رضا حس میکنم دیگه از پول گذشته دنبال چیز دیگر هم هست آقا رضا فکر کنم برو ببینیم آقا خرچنگ دنبال اسمون خرچنگ هرس بازه ایشون این واقعا آقا خرچنگه بچه واسه رضا آقا رضا بچه خرچنگ با مامانش میره اومد اینا بیان سمت چیز میکنن میزنن پارت میکنن بعد خوردم چیز دوزید ازم یه چیز ازم دوزید نمیدونم چی اینا دنبال ماهی هن ماهی دستت باشه میگیرن ماهی نداشتم از من یه چیز دیگه کشید من نمیدونم 2 چیز ازم زدن نمیدونم چی زدن بله ولش کن آقا رضا ولش کن بعدا جبران میشه انشالله هرچی که بوسنی Stop it. دوم بیدم فعلا نبا بایسی فهمیدم چی ازم زدم چی زدم؟ غذا با حویج طلایی به خودم سیر کنم اول دینیا کن پیازامو گرفتم بردم عجب همه رو اینا الان قرار اشکشون در پیازا خوب درد میخوره حس میکنم اون آیرن گفته بعد برین آلاسکا داداش داریم تو آلاسکا میرین گفت اینجا چیه ها میگم تو پیازای چیز مزخرف ریخته بودن آیرن گولم اشتباه آدرس داده دیگه آره ای بابا جنسش بد فرده پیازا رو از خودش گرفتم
ای بابا همین از ساقی جنس خودشو میگیرید از خود ساقی آدرس میپرسی. خب اصلا توی بیترماینکرافت آبش ترسناکه به نظر خودم. چون شیدر زده مزاره ترسناک شده من نرسونم. نه الان یه چیزی میاد از تو گاز بگیر بنفر بیا زامبی بیا همین الان بهت گفتم بیا زامبی اونور یا اینا نیزه داره من افتم توش. الان آقا رضا ترجمه بیا چون مسیر آب زیاد داره دیگه. بیا اینجا قایق بزنیم. اینجا رو میتونیم با قایق بریم چون نمیتونیم بیفتیم تو یخا پاره میشیم. نه بیب کردی کفتنی تیبلو دسته باگ شدی گذاشتم رو زمین. چجوری غیب شده دسته من به خدا دستم نیست گذاشتم رو زمین رفت روش غیبش رفت توت باگ شدی بابا. من چی کار کنم غیبش کرد دیگه رفتیم تیبلو. بیا اینجا به پیدش اینجا باید پیدش من کشتی سوار شدم چرا بزن بریم برق بار بزن بریم از اینجا. ویلیجر؟ چله ویلیجر چی کار میکنه وسط دریا؟ نگو دوباره از این ویلیجر آشغال اسکیموها نیستن نکنه فکر نمیکنم یه دونه از چرا کلن اوه بازمانده است خونه شون له شده با یه چست و پر آدم. حاجی این چرا خونش اینجا داغون شده؟ تو خونه نیست یه کشتی از کشتی داغون هاست. بدبخت اینجا گیر افتادی. بیا بریم با هم دیگه. حالا تو که اینجا موندی بدبخت ببین پنگوان جان پنگوان کشتی از هیل شدیم به پنگوان داداشم پنگوان رفت. اینو نگاه کن این داره پارو میزنه دوستان همکنون آقا فیروز در کشتی. یعنی ببین رضا این همونی بود که بهت گفتم. بابا من چرا زیر پام خالی میشه؟ حاجی پر اسکلتونه. حاجی زره هاشون رو نگاه از دور. حاجی لعنت همه زده رو اینه. حاجی اینو میتونیم من ازت بریم تو این اپیزود بزنیمشون؟ الان میرم حاجی پاره میشیم. حاجی خدای پاره میشیم. بعد با استراتژی بریم بزنیمشون دیگه بهش تو بچه‌ها خوایم. خب ببین داداشم اول از همه که باید کمون داشته باشیم. کمون قبلش بخوابیم از اونجایی که همشون کمان دارن زیاد مشکل باشون نداره. داداش ما بعد اول با کمون بزنیمشون کم شن بعد هم بریزیم سرشون چون الان همه میتونن ما رو از دور بزنن کمان دار. چرا کم اینا بذاریم اینجا که نه اینا نمیریم. خب تو مردیم هم بیم چستی چیزی میخوای بزن که باز اموالمون به فنا نره. با چست بزنم ولی که چوکار میکنم واسه کوزه بذار. من کوزه‌مو یادم رفت بخورم بیارم. واسه یاد آقا یه چیز همشون این چند لباسشون چرمه. نه چرمه آره لباسشون چرمه این چند شده. ولی چه لوتویی فیلم باشه. یه سیبه میگه این کشتی هم میتونن شلیک کنن. یه سیبه میگه نه شلیک نه زامبی هم نکنه توش هست یا زامبی پایینه. کله زامبی هم میتونم ببینم پایینه نه یه طبقه پایینش شاید باشه نمیدونم. میخوای شب میخوای چیز کنیم از پایین بهشون حمله کنیم؟ خب سینو بکن بریم. تو هم مشاهده میکنی یک اسکلتونی که نقابش با همه فرق میکنه رو؟ زیرت او شیت کمک برو گم شو. بسته میتونم بزنمش بسته این که از این چیزا نیست. برو گم شو. یه اسکلتونی که بیل داره داشتش. اوه اسکلتون تبردارن اینا که زیرن اسکلتون تبردارن. چرا ببینیم زیاد ببین سری بالا. بابین واسه بابین کیه؟ بابین بیا سری بریم بالا. اینه که تبردارن دارن میان بالا. این زامبی دریایی و پایینه میخوای بزنیمشون اینا مزاحم نشن؟ نه ببینیم بالا بابا. اول ببین اوجی دور تا دورش پر اسپانره. کی؟ اسپانر دلفین؟
نظرته که از زیر بهشون حمله کنیم چون اینا میزنن ما رو جر میدن ریجنریشن هم دارن تازه جونش هم برمیگرده ریجنریشن هم دارن خب دوستان اینجا شاهد خیلی بار مردن ما هستین اینجا چون خیلی جای بزرگیه میو داشت تیر خوردی که مجروح شدی به زبا پایینشونه واسه ایشی دایموندی میبینم لال اشتباه لال شده برو عقب یه پله برو عقب یه پله برو عقب کماندار بابا تو من نه یا خب من دارم آروم میرم تو میاد برو بمیر برو بای ببینید دیگه 60 تا هیل داره 60 تا هیل داره برو پایین چه سنگینی تو حاجی بزن 60 تا جون داره منو چرا میزن خیلی هیل داشت بگردیم شمشیرش بزن من خزانه بود اینجا چقدر اینجا خزانه شون پرباره این همه نیروی تدارکاتی داره یه دونه کف شد هم این پرنده ایجاست میمیره میخوای کشتی الان چیکار کنیم بریم بزنیمشون یا قارتشون کردیم دیگه بس بزنیم از بالا نیان و بزنیمشون زدم اوه شمشیر زنم دارم سینا در باز میکنم یکی اومدم میزنیمشون یکی بیاد دیگه کندم پوست درخت کندم ببخشید باجی با توف چسبوندم بعد مریضم بیا بالا بریم چی بال با توف میچسبونم بیا تو برگرد بالا بریم از بالا بریم بذار دور بر رو یکم ایمن سازی کنم از چوبا اینجا بدوزم ریدم تو من یکم ریدم تو من اگه فندک داشتم اینجا نمیذاشتم اینجوری بمونه بالا داره یا میاد شمشیره برو چی شد؟ برو منو داره میبینه از اون لا منو داره میزنه لا سوشکی دردم بیا از اونجا از اون لا داره منو میبینه بیا از اونجا نمیشه بیا از اونجا نمیشه هیل نمیشم چرا من یه کار منطقی میکنیم اینو بذار بپوشونم خب اینو پوشوندیم از اینجا میپوشونیم وات کی اومد اما هر لحظه آماده باش نظر چیه یهو مثل اسبا همجور راش بدیم بعد بمیریم من موافق نیستم بابا یه فندک میدادم به من الان نوزا این نبود که برو گو خورده دارن خودزنی هم دیگه دارم میزنم بابا این پرنده داره بهش تجاوز میشه آقا بینشون دعوا و جنگ رخ بده چی میشه برو بالا خب رضا منم میخوام بزنم داداش واسه اینا من نزنن یارو 80 تا جون داره یه کاری کنیم بزنیم هم دیگه بزنم بزن ای وات د فوت کی زد من فرام چرا پایین چی شد اون زدی میشه شمشیر زنه اینجاست تو صورتم اون 80 تا جون داره اندازه آیرون گولم جون داره داره تو صورتم نگاه میکنه نظر چیه رضا حالت خوبه داش نوکرم بزنمش میاد پایین نه اسم کنیم نه نمیاد بزن مظلوم گیرو بردی مظلوم تفسیر ترین پلی خب بزن دیگه چه گویی داری میخوری من بزنم میخوره تو سر تو بیام جلوتر گویی هیلو بیا وسط بریم میخوری نه دیگه آجی اینا اسپانر دارن اسپانرشون نزنیم اینا همینجا اسپان میشن برگردیم بخوریم داداش پایین دوتا از این شمشیردارا انداختی بعد طبقه داری بریم
بگه ببین من ترجیح میدم ایده مشکل گوشامو بزنم، اسم میگم منطقی تر. years later. این نه چه بدی یخو اینجا همه بالایی داره. این یخو غیرش کس نکن خوبا نایتو افتاده دنبال هست من، بیا بزنش. اوی لعنت بهت. مرور خراب جنازه آقا رضا. مزید مرور خراب. بابا من کمک رضا. بمیر برو بمیر. برو گم شو پایین. یعنی این چجوری فهمید باید بیاد؟ ای پرنده مهاجر سفرت سلام. نه لعنت بهت. کمک رضا کمک. رضا کمکم کن. من مردم. مرده. لعنت به کشتیتون. لعنت به خود اینو. برو بابا چرا یخاشون مخه. چی شد؟ تیر زدن تازه الان. من یورون برم آیتم ها وردارم که کسی نفهمه. اوکی دیگه نیست. مطمئن باشم. بذار من الکی برم ببینم یا اسپانیر کجا دارم. اون وسطش پر چسته. آره چیکار کنیم الان؟ از زیر فقط چستاشونو باز می‌کنیم خداحافظ. تو میدونی چستاشون کجاه؟ بله دیدم. اوکی. کجا؟ لعنت بهت، از الان داره من میزنه. لعنت به این شیشه. تورچ که ندارم، غذام که ندارم. من دقیقا با خودم چی آوردم؟ چی ندارم هیچ بچه. TNT پیدا کردم. جان؟ TNT پیدا کردم. ای جان من، ای فقط فیلینتش کمه. دقیقا فیلینت هم داریم. داره؟ فیلینت هم داریم. TNT کلی داریم. من باید اینجا رو بتر کنم. بیا یه فیلینتت. من اینجا رو آتیش میزنم تو بتر. 8 تا فقط 8 تا حاجی، بعد بهترین جا بکاریم. بریم بشه. چی شد؟ ترسیدم. چی گفتی؟ بتک. نه با بتر که بخونم اسکول اگه بتر که همشون میفتن پایین. یه راه پیدا کن فرار کنیم. من غذام ندارم. سری اینجا رو بتر کنیم بریم. اوه یه بیبی دایموند یا حله دایموند برداشت. این چند تا چیز دیگه هم هست. دایموند بده گردم. عالیه. من اینا رو دارم میزنم فارم میزنم. بیا نمیری چیز پلی تو بگی. یک دونه بذار یا سری بغل خودشون بذارم. آره بیا سری بزن. بیا سری بسم الله. بیا پوشیدش. اوی ما خوشو گذاشتم. هیچ کاری نکرد غیر از اینکه گنتر کرد کارو و الان خیلی زیادتر شدن. هیچ چیزتان افتادن. خب خدا الان میدیم که همشون افتادن پایین. ببین واسه من از اینجا ببر بیرون کل کشتی آتیش میزنم. منو ببر بیرون از اینجا. من برم بیرون کل کشتی آتیش. اصلا TNT مال خودت. خب هر جا دونستی بکار. تو که الان هیچی تنت نیست. آره برو بیا. نه دایموند اینجا دارم. خب بده به من من همه اینا رو میسوزونم. نه اوکی تو بسوزون من اینا رو میکارم. پس من برم بیرون. برو برادر.
اسمت به خاطرم میمونه. خب خداحافظ. What the fuck on the fire. ببین کشتیشون رو سوزوندم، گفتم این کارو میکنم. راست خودت دارم میفتم پایین. حاجی کشتیشون داره میسوزه. هر TNT بود پایین آجی. یه TNT اینجا بزنیم. یه TNT اینجا مونده بتر کنی. کجا یه کجا TNT ثابت اینجا حاجی فیلینته فقط یه جون داره، فقط برای یه دونه آتیش دیگه هستش. اونجا لعنت به چه جایی هم گذاشتیش. برو زن بیا برگرد سینه نگاه کن الان میتونی. واه من چرا تیر خوردم؟ اوه من میرم الان میرم. شما جانفشانی کنی گوست. من گوستم، میخوام با وقار بمیرم. جانفشانی برو. با آخرین جون تبرم، با هرچی جون تو جونم. باس ای خدا. رفت. جان سینا. پشت من یه پسی ناحق زد. خب بس دیگه اینجا نابود شد دیگه. اینجا چیزی نداره واقعا. ببین سرنگونی دولتشون بود، زدیم پکوندیم این حکومتشون و کشتیشون، ولی هنوز همه چند تا جاودان دارن هنوز. مهم نیست دیگه اینا به چخ رفتن دیگه. آقا ما حداقل تو دوزان دهه کارهای به چند تا بازمانده است دیگه. اینم کشتیشونه بازمانده هاشونه. آقا بذار من بیام منو بگیر. هی بریم به رئیستون بگین این به پیغام از طرف میدنایت کلاب بود. بدبخت آره ما چند نفر زنده میذاریم که بریم خبر پیروزیمونو به بقیه بدین. بدبخت میام چونی ببینیم آبروزی نکنی. ببینیم زدیم کشتی تایتانیکش پرقدرتشون رو غارت کردیم و رفتیم. منطقه. میدونی اصلا چی یخ دارم رسه قیب شد رضا. داشت سخنه فرزند میدونستی چطور خیلی خوب بود. زدیم هنوز هم ولی کشتی مزخرفشون تو دیده. چون بیدارشون اتومات بزنم. حاجی اید لعنت کنن اون آیرن گولمی که به تو آدرس داد. بعدم برمیگردیم جاش پشت صحبت دارم. هنوز لود نشده جلو چشم من فکری به من لودی لود کن دیگه. چرا تموم نمیشه؟ من جلوم توهی شد. شیشه ها میزدیم میشه از ای کاش قایقیم مثلا. بیا باز دوباره یا جون قایق رفت. برو بعد چی کار کردی با قایق؟ عیب شد. میرم نجاتش. اینای قهرمان پیدا کردی یا نه؟ ای آنو نجاتش دادم. سی قایق واسه قایق. آقا یه چطور گاووسان یا جلوم بخوریم. آجی تم چپمون چیه؟ توهی بارون اینجا دیگه واقعا دریاه. اوه خداش بذار بریم. بسو اومد جزیره میبینم. بشکی بینم. بشی بریم. خود
آه گرم سیر گرم. وای آی بالاخره گرم. درخت میبینم. خدا خدا شکرت. خدا نجات بده که آی خدا. نجات بده که با اینکه سنگه جوک آن. آی خدایا شکرت. جنگر افتاد باز دوره. جنگر زامبیو بکن. ها نه آی خدا شکر نه. بالاخره جزیره پیدا جزیره کردیم. اون بالا چیه؟ جزیره اون بالا چیه؟ جزیره هواییه. Oh shit. Here we go again. خب بچه ها دیگه تا وای ما از کشتی فرار کردیم اومدیم اینجا. چند طبقه است این؟ وای من لوت شد تازه وای برام. الدن رینگ شد. سیم سیو نگه دار. رول مستو عقب جدا کن. زوم میشه مثلا زوم میره همجوری تو بینهایت میره. پشمو جی پشمو. ما از اون محلکه فرار کردیم باز اومدیم اینجا. اونم چی اسکلتونایی که تو نقشه کلاه دایمندی دارن. باز خدا رو شکر کنیم جا کنیم. خدا شکر کنیم که جامون خوبه. حداقل بخوابیم. وای خب بچه فعلا این اپیزود سراغش نمیریم. 100% واقعا چون دیگه برای این اپیزود خیلی زیاد شد. طولانی شد. برای این اپیزود خیلی زیاد شد. شاید برای شما ویدیو 20 الی 30 دقیقه در بیاد ولی قطعا برامون بیشتر از 1 ساعت تایم گذاشتیم و تا بتونیم اون دوزای دریایی بی نامونش جان رو بکشیم. خب بچه امیدوارم از این اپیزود بولشت کامل استفاده برده باشین. بعد قرار بود اصلا تو این اپیزود بریم ویلیج مثل آدمیزاد پیدا کنیم و اون آیرن گولم مادر یعنی ولش کن اون بهمون آدرس اشتباه داد. ولی خب باعث شد که هیجانات زیاد و ماجراجویی زیادی پیدا کنیم. جای جالب ببینیم مثل اون کشتی دزدریای پدستک به اون اسکلتونای شمشیر به دست. بعد حالا گذاشتیم. بعد پارت بعد که اینجا سر در آوردیم میایم اینو فتح میکنیم با هم دیگه. نه مثل اون که زدیم سوز اونو که اصلا چیز بود اونو زدیم فروپاشیدیم اون حکومتشونو. اینم میزنیم حکومت و جزیره رو میخوایم به نام خودمون کنیم. مثلا این جزیره رو نظر چی آقا رضا؟ این جزیره رو باید بکنیم جزیره میدنایت کلاب. پرچم رسمی خودمون رو باید بزنیم. بله میدنایت کلاب همینجوری. آره فقط من یه حرفی دارم. ما بچه‌ها چرا ویدیو رو لایک نمی‌کنید؟ شما چرا ساب میگه اصلا اول ویدیو هم نمیگیم دیگه. ما نمیگیم شما خودتون رعایت کنید لایک و سابسکرایب رو بزنین دیگه. اومدیم بهتر پدر ماینکرافت بازی کنیم اونم با اپیزودهای جذاب و ناب. تا ویدیو دیگه میدنایتی بمونین.